این نخستین باری است که در بلخ طی محفلی از روز رسانه‌های همگانی تجلیل می‌گردد. این نشست توسط دفتر نهایی حمایت کننده رسانه‌های آزاد افغانستان راه اندازی گردیده است. حامیان آزادی بیان در بلخ به این باورند که آزادی بیان در حالت تعرض قرار دارد و در بیشتر حالات توسط دولت و دولتمردان نقض و مورد تهاجم قرار می‌گیرد. طوری که می‌بینیم تفنگ و تیغ امروزه یک بار دیگه بیداد میکنه. داره زبان دگراندیشان و آزادخواهان و منادیان حق و عدالت یا به تهدید بگیره یا قطع بکنه. متاسفانه در کشوری که ناامنی است، در کشوری که جنگ است، محدودیت‌هایی برای آزادی بیان و آزادی رسانه‌ها وجود دارد. اشتراک کنندگان سرنگونی حکومت‌های مصر و لبنان را سرمنشأ گرفته از همبستگی‌های فیسبوکی خوانده و ظهور رسانه‌های اینترنتی اجتماعی مانند فیسبوک، توییتر، یاهو، جیمیل و غیره را روزنه امیدی برای آزادی بیان می‌خوانند. همون قسمی گفتم که شاید رسانه‌های دیگه یک سلسله محدودیت‌ها را نسبت به پالیسی نشراتی که داشته باشه برش وجود داره، ولی در رسانه‌های اجتماعی کاربرایش میتونه که افشاسازی بکنه. تمام رسانه‌ها به شمول رسانه‌های اجتماعی امروزه یک دریچه‌ای است به سوی هوای تازه، به سوی یک نفس کشیدن فارغ از استبداد، فارغ از هر نوع رنگ و نیرنگ. کاربران از این وسایل ارتباط جمعی و نویسندگان در بلخ دولت و وزارت اطلاعات و فرهنگ را بی‌کفایت و غیر مسئول خوانده می‌گویند. بی‌توجهی ریاست اطلاعات و فرهنگ ولایت بلخ تا جایی رسیده که در چند صد متری این ریاست انواع فیلم‌های مبتذل به فروش می‌رسد. امروز در 100 متری وزارت اطلاعات و فرهنگ، ریاست اطلاعات و فرهنگ بلخ فیلم‌های پورنو فروخته میشه، فیلم‌های نیمه سکس و سکس فروخته میشه. پس کجا شد فرهنگ؟ کجا شد اطلاعات؟ تجلیل از روز رسانه‌های اجتماعی روز قبل در کابل نیز با چنین آژندای دایر گردیده بود. مسئولین دفتر نهایی حمایت کننده رسانه‌های آزاد افغانستان از دولت و سازمان فرهنگی یونسکو می‌خواهند که یک هفته را در تقویم ملیشان هفته رسانه‌های اجتماعی نامگذاری کنند.